دریا دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو. دریا دریا این حالمو دریا جز تو کی میدون. سلام به همه عزیزان. برای اینکه تابلو دریا رو بکشیم من از ساحلش شروع کردم، میتونید از آسمانش هم شروع کنید. رنگ قهوه‌ای و سفید رو برمی‌دارم با هم ترکیب میکنم و با یه قلمو قسمت هایی که باید بزنم میزنم. از قبل باید بومو طراحی کنیم، یعنی مشخص باشه با مداد که کدوم قسمت ها باید رنگ قهوه‌ای بخوره و کدوم قسمت ها آسمونه، کدوم قسمت ها موجه. اینا رو باید طراحی کنیم خودمون قبل از اینکه بخوایم نقاشی و رنگ‌آمیزی رو شروع بکنیم. رنگ هم که استفاده میکنم تماما رنگ آکریلیک است. و اینکه سایه بندازیم روی این قسمت، بعد اینکه رنگ کردیم روش سفید میزنیم و اونو فید میکنیم. رنگ سفید رو روی قهوه‌ای که زده بودیم به رنگ قهوه‌ای که داشتیم رنگ اوکر اضافه میکنیم و این قسمت بالای رنگ قهوه‌ای که زده بودیم میزنیم. یه رنگ خاکی به دست میاد. خوب ترکیب میکنیم میزنیم. قسمت بالای اون طراحی که انجام داده بودیم اون رنگ رو میزنیم و قسمت پایین تر دوباره به همون رنگ قبلی اوکر اضافه میکنم و میزنم. یه حالت سایه ایجاد میکنم روی کارم و قسمت پایین ترش رو دوباره سفید به همون رنگ قبلی اضافه میکنم و میزنم. این رنگ ها نباید مرز مشخصی داشته باشه. قسمت دومی که داریم اجرا میکنیم باید رنگ ها داخل هم فید بشن. رنگ روشن‌تر و قسمت پایین ترش میزنیم و فیدش میکنیم. اون قسمتی هم که پایین بود و قهوه‌ای بود اونجا هم خیلی نباید باز مشخص باشه، اون قسمت هم یه مقداری فیدش میکنیم. بعد حالا میریم سراغ آسمونمون. رنگ آبی و سفید رو من ترکیب میکنم. البته به این ترکیب باید یه مقداری قهوه‌ای اضافه کنیم تا یه رنگ پخته تری آبیمون به دست بیاد. بهتره رنگایی که میزنیم 2 دست بزنیم تا کامل پوشش دهی داشته باشه. پس ببینید به آبی که داشتم یه مقدار قهوه‌ای زدم تا رنگ پخته تری به آبی داشته باشم و رنگ آبی آسمونم رو زدم. حالا آبی دریا رو زدم. برای رنگ آسمون رنگ سبز رو با سفید ترکیب میکنیم. سبز کم رنگ رو با سفید ترکیب میکنم و قسمت بالا که آسمونه برای اینکه خط افقم صاف در بیاد از چسب کاغذی استفاده میکنم. رنگ دریا رو که زدم یه چسب کاغذی صاف میذارم و رنگ آسمونم رو میزنم. در نهایت چسب رو از سطح کارم جدا میکنم. بعد رنگم رو میذارم کامل خشک بشه. میرم سراغ ابرها. برای ساخت رنگ ابرها از قرمز و آبی استفاده میکنم. رنگ بنفش به دست میاد. برای اینکه روشن‌تر بشه رنگ سفید رو بهش اضافه میکنم. بعد رنگ بنفش هم یه مقداری تونالیته قرمز داشته باشه، به قرمز بیشتر نزدیک باشه قرمزش رو بیشتر میکنم و بعد تست رنگ میزنم روی سطح کارم. خیلی رنگش تیره شده، پس دوباره به همین رنگ سفید اضافه میکنم. از یه قلموی کوچیک سرتخت استفاده میکنم برای کشیدن ابر. فقط حالت دایره‌وار روی سطح کارم میاد. به رنگم مدام سفید اضافه میکنم تا رنگم روشن‌تر بشه. اگه رنگو زدید و خوش شد مشکلی نداره. رنگ اکریلیک زود خوش میشه، دوباره میتونید روش کار کنید. رنگی که زده بودم خیلی تیره بود، دوباره با سفید ترکیب کردم و ابرها رو یه مقدار روشن‌تر کردم. قسمت پایین تر خیلی باید سفید اضافه کنیم. رنگ بنفش خیلی روشن باید باشه. دریا دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو. دریا دریا این حالمو دریا جز تو کی میدونه من کجامو. دریا 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 من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا عشقمو ببین کنار موجا. دریا 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 من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجا. آرومم کن آخه بی‌تاب دلم
لب ساحل شبا میخواب دلم، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. حالا موندم با همه خاطرهام، غیر عکساش دیگه چی مونده برام. دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. بعد که ابرا رو کشیدیم و تموم شد، حالا نوبت موج دریاست که از خمیر تکسچر سرامیک کارن استفاده میکنم. داخل قیف میریزم، سر قیف رو صاف برش میدم و بعد روی سطح کارن میام با قلمو به موجم حالت میدم، به خمیر حالت میدم و به سمت یه زاویه تقریباً 45 درجه بعد قلمو رو بکشیم رو سطح کار. نباید خیلی به سمت بالا صاف باشه، غیر طبیعی میشه. و همینطور که به سمت بالا میایم، به سمت دریا میایم، باید مقدار خمیر کمتر بشه تا دیگه محو بشه. این حالت ها خیلی مهمه چون که به طبیعی شدن کارمون خیلی کمک میکنه. برای که یه مقدار لبه هاش ضخیم تر باشه دوباره روش خمیر گذاری میکنم. میتونید سر قیف رو یه مقدار بیشتر تا دوباره کاری نشه، ولی خب اینطوری هم بهتره چون ما لبه کارمون باید ضخیم تر باشه دیگه. دوباره روش خمیر گذاری میکنم و فشار دست کمه به سمت بالاتر کنم. فشار دست بیشتر میشه و خمیر بیشتر میشه و بلندتر بشه. آرزو میکنم کشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجا. آرومم کن آخه بی‌تاب دلم، لب ساحل شبا میخواب دلم، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم. بقیه موج‌های ریز رو با رنگ اکریلیک اضافه میکنیم. قلموی سرتخته ترجیحاً سرش خراب باشه خیلی بهتره، یعنی حالت صاف و یک دست نداشته باشه. میزنم داخل رنگ و فقط ضربه میزنم. همه موج‌های ریز اینطوری ایجاد میشه. این قسمت هم که تابش نور هست، رنگ سفید رو یه مقدار رقیق میکنم و روی سطح کارم میزنم و محوش میکنم. یه مقدار رنگ نارنجی هم به سطح کارم اضافه کردم. اون قسمت دیگه موقع فیلم برداری ضبط نشده بود. نارنجی رو خیلی خیلی رقیق میکنم با آب و همینطوری که سفیدا رو زدم میزنم و با دستمال محو میکنم. این هم نتیجه کار. امیدوارم لذت برده باشین و استفاده کرده. برای دیدن آموزش‌های بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید.